معماری سازمانی یک تاریخچه‌ای از 1787 در دولت فدرال داره که اولین باری گفتن سازمان باید ساختار داشته باشه در دولت فدرال این سال بود، نه به دیدگاه آیتی. اما اگر به دیدگاه آیتیش ببینیم، همون نقاشی دختر آقای زکمن در سال 1987 فریمورک سه ستونه آقای زکمن رو شکل داد. بعد چارچوب توگف که برای سازمان‌های خزانه‌داری و مالی آمریکا بود در سال 1995 شکل گرفت. بعد چارچوب فیف فدرال انترپرایز آرکیتکچر فریمورک برای سازمان‌های عمومی و خدماتی شکل گرفت. بعد چارچوب C4ISR برای سازمان‌های نظامی، عملیاتی و دفاعی به وجود آمد. بعد چارچوب تیف برای ترکیب سازمان‌های مالی و اداری و سازمان‌های عمومی شکل گرفت. در سال 2000 آقای زکمن همون فریم کاملی که خدمتتون نشون دادم و با یک متدولوژی به نام EAP ترکیب کرد و چارچوب نهایی زکمن رو ارائه داد که خیلی هم معروف شده. در سال 2007 چارچوب دو دفع رو داریم که برای سازمان‌های نظامی و اجرایی به کار میره و کاملترین نوع چارچوب و متدولوژی رو در توگف 9 که آخرین ورژن چارچوب‌های معماری سازمانی هست و خودش هم یک متدولوژی یا روش انجام داره می‌بینیم. پس یک عقبه طولانی رو داره و هر کدوم از این چارچوب‌ها به درد نوع سازمان‌های مختلف می‌خوره. تو بعضی از سازمان‌های ما فیف به درد خورده استفاده شده، سازمان‌های نظامیمون C4ISR ممکنه استفاده بشه، سازمان‌های انتفاعیمون زکمن و سازمان‌های دولتیمون توگف. این در واقع اسلایدی هم که در روبروی شماست داره نشون میده تحول چارچوب‌های معماری سازمانی رو از زکمن تا متدولوژی EAP که آقای اسپیواک دوست آقای زکمن ارائه داد و بعد مدل‌های مختلفی که شکل گرفتن و تا سال 2009 که در واقع این نشون داده شده متدولوژی‌ها و چارچوب‌های مثل دو دفع شکل گرفتن. خب اگر برگردیم به چارچوب آقای زکمن به عنوان اولین چارچوب رو بخوایم تشریح کنیم، این از یک شاعر روسی تبار در واقع به وجود اومد. ایشون پرسید I have 6 honest servant men. من 6 تا فرد خدمتگزار دارم. They taught me all I knew. اونها هر چه که من میدانم و اونها فکر میکنن. اونها چی هستند؟ They are what and where and when and why and how and who. یعنی 6 تا W و 6 تا سوال که معمولا هر حوزه‌ای رو تشریح میکنن. آقای زکمن از این شعر استفاده کرد و اومد سوالات خودش رو پرسید. گفت در سازمان چه چیزی انجام می شود؟ What؟ و این رو اسمش رو گذاشت دیتا. گفت چه کسی داره کار میکنه؟ Who؟ اسمش رو گذاشت people. گفت چگونه داره این رخ میده؟ How؟ اسمش رو گذاشت function یا process. گفت با چه زمان بندی؟ اسمش رو گذاشت when یا همون time. گفت برای چه؟ به چه علتی و چرا داره رخ میده؟ اسمش رو گذاشت why یا motivation یا انگیزه ها. گفت در چه گستره زمانی جغرافیایی در کجا؟ ور اسمش رو شبکه. و بعد ما میبینیم از همین آیتم ها استفاده کرد و ستونهای ماتریس خودش رو یا فریمورک خودش رو با این 6 تا W شکل داد. چارچوب اولیش فقط 3 تا ستون داشت. اون چارچوبی که در سال 1986 داد فقط دیتا، پروسس و نتورک بود. اما بعدا این چارچوب کامل شد و 6 ستونی رو که شما میبینید رو شکل میده. خیلی خوبه. من دوست دارم یه مروری با هم دیگه بکنیم توی این ماتریس آقای زکمن، چون بقیه چارچوب ها رو هم یه جوری به ما ایده میده. اگر اون سوالات رو همین ستون ها در نظر بگیریم what, how, where, who, when و why، اینها ابعاد سازمان من رو حتی در لایه فناوری نشون میدن. و اگر این سوالات رو کسی که این سازمان رو شکل داده، ایدهش رو داده و به قول خودمون طرح توجیهیش رو نوشته پاسخ بده، از دیدگاه برنامه‌ریزی مواردی مثل استراتژی ها شکل میگیره، مواردی مثل مکان ها، فرایندها. اگر از دیدگاه رئیس این سازمان یا مالک این سازمان یا مدیر سازمان بررسی بشه، طرح کسب و کار، روال ها، نمودار سازمانی، شبکه و جزئیات فرایندی و ERD یا مدل ارتباط موجودیت ها شکل میگیره. اگر از دیدگاه دیزاینر در واقع بخواد دیده بشه، بحث معماری دیتا، معماری اپلیکیشن، معماری سیستم ها، معماری واسطه کاربری، معماری ترانزیشن و رول ها دیده میشن. اگر از دیدگاه سازنده بخواد به وجود بیاد، بحث های خود دانش،
واسطه‌های کاربری و جزئیات. از دیدگاه پیمانکار خود متن برنامه، خود زمانبندی‌ها و در نهایت این محصولاتی رخ میده که خدمتتون عرض کردم. دیتا نتیجه سوال چه چیزی است، برنامه‌ها و کد برنامه‌های من نتیجه سوال چطوری و how یا چگونه هست. شبکه سخت افزار من پاسخ به سوال where و کاربران من اون لایه دسترسی من و سطح دسترسی من پاسخ به سوال who. زمانبندی های من، گانچارت من، برنامه زمانی کاری من پاسخ به سوال when و قواعد، روله ها و استراتژی ها یا یه جاهایی به عنوان پالیسی ها ما میشناسیم پاسخ به سوال why یا چرای من هست. همین ساختار رو امروزه اومدن آرتیفکت هاشو در ابزارها و مخزن ها کنار هم قرار دادن، ارتباط رو بین هر کدوم از این 36 تا سلول برقرار کردن و اسمش رو گذاشتن معماری سازمانی زنده برای یک مجموعه.